باز یک خبری غم‌انگیز دیگر، علاءالدین عبدالله‌زاده درگذشت. علاءالدین عبدالله‌زاده هنرپیشه خلقی تاجیکستان و حجم‌نگار خوشنام روز 17 فوریه سال 2022 در سن 57 سالگی دنیای فانی را پدرود گفت. گفته می شود که او بر اثر سکته قلب از دنیا گذشته است. سال 1989 دانشکده دولتی صنعتی به نام میرزا ترسونزاده را ختم کرده فعالیتش را در تئاتر موسیقی مسکه شهر باختر سابق قرغان‌تپه شروع نمود و همچون هنرپیشه و کارگردان با موفقیت کار کرده است. چند سال روبری تئاتر نامبرده را به عهده داشت. بعداً سردار ریاست فرهنگ ولایت ختلان انتخاب گردید. در تلویزیون هنرمند اصیل با پیشنهاد برنامه شوخی‌های علاءالدین در بین مردم معروفیت خاصه پیدا کرد. بسیاری‌ها هنر والای او را خیلی خوب پذیرفته استاد زنده یاد را با صحنه‌های ماندگار و به خود خاصش یاد می‌کنند. یکی از مهارت بلند هنرمندی او در آن است که قریب رول همه قهرمان‌های صحنه‌های برنامه‌اش را خودش می‌بازید. موضوعهای شوخی‌های او از مشکلات زندگی مردم گرفته شده است و آن را طرز براه می‌ماند که به همه مقبول می‌باشد. در صحنه تئاتر شادروان با سبک و اسلوب خود به تماشابینان خیلی نزدیک بود، زیرا او از صدق هنرمند بود و دارای مهارت فوق‌العاده. ماجرای امتحان، انتیگونا، طبیب زورکی، بازی‌های منفعت‌جویانه، حیله‌های عجوز کمپیر، ارشین مولولان، لک و پک، شب گرفتن ماه، دولت سامانیان، نیرنگ‌های سکاپین، مثل بگو، ایزاب از زمره نمایشنامه‌هایند که نامبرده نقش مرکزی بازیده است. در فیلم‌های برتن، پدر محتابی، تهمت، چاه، قیام روز، شاهد و انتخاب من، فیلم‌های تلویزیونی در ارزوی پدر، باغوج، فرزندان بیگانه، قرض وجدان، سلسله فیلم خرمدیار و غیره نیز نقش‌های خاطرمان آفریده است. اینچنین مرحوم یکی از داوران شو برنامه تلویزیونی سنترال ایشن گات تالنت بود. علاءالدین جعفرویچ عبداللهیف 15 می سال 1965 در شهر قرغان‌تپه حاضر باختر به دنیا آمده است. او همچون اکتور، کارگردان، ارباب تئاتر با عنوان‌های هنرپیشه شایسته تاجیکستان 2006، هنرپیشه خلقی تاجیکستان 2013 و اعضای اتفاق کینماتوگرافیستان تاجیکستان سرفراز گردیده است. یاد استاد در دل و دیده ها باقی است.